رحیم، سلام و شب بخیر جناب آقای ظهریان و عرض سلام و ادب و احترام به حضور بینندگان محترم شبکه یک و شبکه خبر سیما با گفتگوی ویژه خبری امشب و با موضوع واکنش‌های بین‌المللی به ترور شهید اسماعیل هنیه. بحث امشب رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد و در استودیو میزبان جناب آقای دکتر ابراهیم متقی هستیم، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل، و جناب آقای دکتر زهروند، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و از سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که خدمت هر دو مهمان ارجمند سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدین، شب شما بخیر. منم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و آقای دکتر عرض سلام دارم. خیلی متشکرم. آقای دکتر زهروند سلام، شب بخیر، خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر و همچنین بینندگان محترم برنامه. ممنونم. ما تا خداحافظی بکنیم از بینندگان شبکه یکی دو دقیقه دو سه دقیقه فرصت داریم، چون راجع به این واکنش‌ها می‌خوایم صحبت بکنیم. اولین نکته اینه که خب به درخواست جمهوری اسلامی ایران جلسه استراحی شورای امنیت برگزار شد و به عنوان نقض امنیت و عرضم خدمت شما که صلح در حوزه بین‌الملل دستور جلسه بود که تو شورای امنیت مطرح شد و غیر از اون حامیان همیشگی رژیم صهیونیستی اکثر کشورهای این اقدام رو محکوم کردن. ارزیابی شما از این اتفاق چیه و آیا این محکومیت ها میتونه به یک اجماع سازی علیه رژیم صهیونیستی منجر بشه یا خیر در سطح فقط بیانیه و محکومیت و یک اعلام واکنش فقط؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که سیاست بین الملل در چارچوب ساختاری باید تحلیل بشه. وقتی که متن مذاکرات نماینده های امریکا و انگلیس رو ما در شورای امنیت بررسی میکنیم، دیگه نمیتونیم امید داشته باشیم که نظام جهانی میتونه در فضای امنیت، صلح، ثبات و یا موازنه قرار بگیره. حمایت های امریکا و انگلیس کاملا مستقیم در رابطه با اسرائیل بود و از طرف دیگه ادبیاتی به کار گرفته شد که اون ادبیات نشون میداد ایران مقصر اصلی یه سری بحران هاست. وقتی که این ادبیات به کار گرفته بشه به معنای اینه که اقدامی که اسرائیل انجام داده یک اقدام امنیتی است و یک واکنشی نسبت به الگوی رفتاری ایران. بنابراین اگرچه این ضرورت وجود داشت که جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برقرار بشه و اگرچه این ضرورت وجود داشت که ما بتونیم نسبت به حقوق امنیتی و راهبردی خودمون طرح دعوا و اقامه دعوا داشته باشیم، اما واقعیت اینه که نوع طرح مسئله و دفاع از حقانیت جمهوری اسلامی به صورت ضعیفی انجام گرفت و ما نتونستیم اون بهره برداری لازم رو برای این که یه متجاوز و یک آتش بیار معرکه در فضای منطقه‌ای اقدامات تهاجمی ضد امنیتی علیه ایران انجام داده رو باهاش مقابله بکنیم. خیلی متشکرم. اذن با بینندگان شبکه که خداحافظی بکنیم و ادامه فرمایشات شما رو بعداً بشنویم. اگر علاقه‌مند به دیدن این گفتگو هستید از شبکه خبر دنبال بفرمایید. با گفتگوی ویژه خبری امشب و بررسی واکنش‌های بین‌المللی به ترور شهید اسماعیل هنیه در خدمت شما هستیم. آقای دکتر متقی، شما اشاره کردین که یک ضعفی وجود داره و ما نتونستیم بهره لازم رو ببریم از این جلسه اضطراری شورای امنیت. شما اینو ناشی از اون ساختار نظام بین‌الملل می‌دونید؟ کنید وقتی که ساختار نظام بین‌الملل ظالمانه باشه، وقتی که مبتنی بر حقانیت قوی به معنای ظالم باشه، من و شما و کشورهای ضعیف باید قابلیت‌های کنش دیپلماتیکمون رو، راهبردیمون رو به گونه‌ای ارتقا بدیم که منجر به تغییر در فضای ادراکی شورای امنیت، نظام بین الملل و تمامی نمایندگان موجود در سازمان ملل بشه. وقتی که نتیجه مطلوب برای محکومیت اسرائیل در توسط
بازیگران اصلی و شورا حاصل نمیشه، به معنای این هستش که هم ساختار یک نقش فرادستی به نوعی تقلیل گرایانه در ارتباط با درخواست ایران داره و هم این که ما نتونستیم اون فضای لازم و رایزنی لازم و ادبیات لازم رو تولید بکنیم برای اینکه یک حقانیتی رو بتونیم به نوعی ازش دفاع کنیم و یک نوع محکومیت یعنی شما معتقدید که رو فراتر از این محکومیت ها میتونست اتفاقات 100% یعنی باید فضایی به وجود بیاد که اگر در آینده زمینه برای انجام اقدامات انتقامی از سوی هر بازیگری و جبهه مقاومت حاصل بشه، در اون شرایط این ذهنیت به نیاد که اقدامی که شکل گرفته ماهیت آفندی داره. این مسئله حاصل بشه که دفاع از خود بوده، اقدام متقابل بوده و بر اساس همون قالب‌های منشور ملل متحد یک نوع چالش امنیتی برای ایران در آینده از سوی قدرت‌های بزرگ و همین شورای امنیت سازمان ملل به ویژه اعضای اصلیش و اعضای دائمیش به وجود نیاد. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای زهروند. پس از اینکه رهبری معظم انقلاب قول این رو دادن که به خونخواهی میهمان جمهوری اسلامی ایران اقدام متناسب انجام خواهد شد، امروز هم آقای نصرالله باز این نوید رو داد که هر آن کسی که پشت این ماجرا بوده، دشمن و کسانی که حامی او بودن، حتما منتظر این واکنش خواهند بود. شما پیش بینیتون از این واکنش چه است؟ فکر می‌کنید که جبهه مقاومت چه واکنش و عکس العملی رو نسبت به این اقدام خواهد داشت که هم بازدارنده باشه و همین که به نوعی او رو به عبارتش رو الان به ذهنم نمیاد، به حال همون بازدارندگی لازم رو بتونه ایجاد بکنه و اثر بخش باشه. اثر بخش باشه. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. پشیمان کننده. عرضم حضور شما که ما در حوزه، حالا بخشی رو من در تکمیل فرمایش جناب دکتر بگم، به شرایط الان در محیط بین الملل دستخوش یک نوع دگردیسیه. یعنی ما الان مواجه هستیم با تلاش هایی که داره صورت میگیره برای اینکه از یک طرف امریکا اون مناسبات گذشته خودش رو حفظ کنه تحت عنوان هژمونی و سلطه، و در طرف مقابل هم باز قدرت‌های اثرگذاری مثل روسیه، مثل چین و ایران به عنوان یه بازیگر تعیین کننده در منطقه داریم در واقع توی صورتبندی جدید سهم و نقش میگیریم و اصلا حوزه مقاومت تأثیرش در این صورتبندی بسیار بسیار متقن شده. لذا فضای ادراکی که آقای دکتر اشاره میکنن اساسا از دست رفته است. او از یک زاویه داره میبینه و ما داریم در میدان از حقوق مسلح خودمون. شما معتقدید از نهایت ظرفیتی که پیش روی ما بوده در حوزه بین الملل تونستیم استفاده کنیم؟ ببین اصلا تا یه حدی رو اجازه میده. ببین من میخوام بگم که یعنی وزارت خارجه هم خب داره کار دیپلماتیک رو انجام میده، اما واقعیتش اینه که شما در محیط قرار گرفتی و میگیری که طرف داره حرف خودشو میزنه. نمونهشو میخوام به شما بگم، چند تا قطعنامه رو امریکایی‌ها وتو کردن برای جلوگیری از قتل عام مردم در غزه. اینا خودش مسئله است. دیوان دادگستری لاهه میاد و هم مسئله نسل‌کشی رو تایید میکنه، هم مسئله جنایتکار بودن آقای نتانیاهو و گالانت رو. اما امریکایی‌ها راحت از مسئله میگذرن. یا آقای نتانیاهو میره در واشنگتن و طی اون مدتی که داره صحبت میکنه به طور متوسط هر یک دقیقه بخش عمده از کنگرسمن ها میستن و ایشون تشویق میکنن و این در حالی هست که در بیرون کنگره یک پارچه مردم ایستادن و دارن تظاهرات میکنن، پرچم آمریکا رو با آتش میکشن. یعنی اساسا در یک پارادایم متفاوت و متحجرانه خودشون قرار گرفتن و اصلا قادر نیستن و حاضر نیستن که تغییرات در محیط بین الملل رو بپذیرن. من فکر می‌کنم آقای متقی راضی به این نیستن، درسته؟ یعنی شما معتقدی که میشد کارهای اثرگذارتری انجام داد در حوزه بین الملل؟ نگاه کنید، این یه واقعیت، ساختار داره تو شکاف ایجاد میشه، ولی عرصه تصمیم گیری در داخل خود کنگره هست
درسته که در فضای بیرونی زمینه وجود داره برای اینکه اعتراض ایجاد بشه. درسته که برای اولین بار 125 نماینده کنگره امریکا از مجلس نمایندگان و مجلس سنا در این جلسه حضور به هم نرسوندن و درسته که بایدن در روند پذیرایی از نتانیاهو اون رو در فضای مربوط به رینگ‌های کاخ سفید راه نداد. اما یه واقعیت وجود داره. واقعیت اینه که 30 میلیارد دلار در سال گذشته امریکایی‌ها کمک نظامی به اسرائیل داشتن. نکته دوم این که فضای امنیتی که به وجود اومده در منطقه بدون قالب‌های حمایتی امریکا و انگلیس و فرانسه ادامه پیدا نمی‌کنه. بحثی که وجود داره اینه که من نقطه نظرم اینه همون جوری که یک سری کشورها، یک سری افراد، یک سری گروه‌ها تونستن موج مقاومت رو در ارتباط با نسل کشی در غزه گسترش بدن و دیوان دادگستری بین المللی قطعنامه‌هایی رو در این ارتباط صادر کرد، خب چرا ما نتونیم در فضای مربوط که به این که درخواست یک نوع جلسه فوق‌العاده رو برقرار کردیم بتونیم به گونه‌ای از حقانیت دفاع کنیم، دیتاهایی بدیم و فضای ذهنی به نوعی شورای امنیت رو به گونه‌ای شکل بدیم که بتونه تاثیرگذار باشه. شما قبول دارین آقای دکتر؟ فضای شورای امنیت به نظر من از بخصوص از هم در رابطه با این جنگ 2 ساله در اوکراین و به طور مشخص‌تر در حوزه غزه که دیگه در واقع فاجعه است و این از دست رفته است و الان صورتبندی که در داخل شورای امنیت هست، ایران، روسیه، چین به عنوان تهدید معتبر از طرف آمریکا، ناتو داره انگشت اشاره دارن و شناسایی میشه. قاعدتاً 2 رکن اساسی از اون 3 رکنی که عضو دائم هستن ببینید الان در روبروی هم ایستادن و سربازان چینی الان در بیلاروس دارن مانور میدن و آمادن. بحث از این میشه که احتمال داره که هر آن جنگ جهانی سوم اتفاق بیفته. یعنی این رو از یک سمت شما نگاه کنید، از سمت دیگه میایم در صحنه غزه 360 کیلومتر 10 ماه هستش که تمام قد امریکا، انگلیس، آلمان اینها وارد صحنه شدن، کمک نظامی، لوجستیکی، مالی و حتی سرباز در صحنه وارد کردن برای سرکوب ملتی که حقوق حقیقی خودشون رو میخوان. در این چنین فضایی توسل و یا امید بستن به محیط داخلی شورای امنیت قطعاً بی جواب میمونه، جوابی نمیده. اون چی که در صحنه اصلی میتواند تعیین کننده باشه میدان هست و میدان مقاومت. این رو باید نگاه. حالا چون شما صحبت از میدان کردید، از بحثمون هم فاصله نگیریم، بریم به همون سمتی که شما فرمودید. وعده، پیش بینی شما برای تحقق این وعده چیه؟ بریم پیش بینی من این بود و هست که به هر حال الان ما بهترین فضا رو داریم. اولا تا قبل از شهادت جناب آقای هنیه اینکه هنوز یک نوع به عبارت خلأ قدرت و تصمیم‌گیری در آمریکا داره شکل میگیره. الان اراده خاصی نیست. از یک طرف ترامپی که داره خودش آماده میکنه، آقای بایدن که تا 10 روز یه هفته قبل میگفت کماکان هستم، خانم کامالا هریس اومده و 100 روز دیگه 90 خورده روز دیگه رسما انتخابات شروع میشه. خود این یه فضاست. فضای نکته بعدی این هستش که آقای نتانیاهو که 10 ماه ایستاده بود و میخواست حماس رو از صحنه حذف بکنه، مصمم بود که گروگانها رو آزاد میکنه و به تمام نرم‌ها و تمام توصیه‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک و غیره پاسخ منفی داد. اینم یک نکته هستش. در عملاً آقای نتانیاهو در 3 محوری که تعیین کرده بود برای عملیات در غزه شکست خورده. در واقع آمریکا هم که رفت، اونجا هم با موجی از اعتراضات مواجه شد و همین 100 خورده کنگرسمنی که آقای دکتر اشاره کردن خودداری کردن از حضور در کنگره و پای سخنان، یعنی اجتناب کردن از نشستن پای سخنان آقای نتانیاهو. این هم یک چیز نوعی بود که عنوان کرد ما هیچگاه جامعه آمریکا رو این گونه 2 قطبی ندیده بودیم و در این مقطع
این دو قطبی و این شکاف در درون ساختار هم ایجاد شده. این هم یک نکته بود و اتفاقاتی که بیرون افتاد. بنابراین حالا بحثی رو که خیلی جدی بود این که قرار هست منطقه وارد یک درگیری جدی بشه و نگران هم بودن از مسئله ورود حزب الله به درگیری مستقیم و جبهه‌هایی که در طرفین الان آماده هستش. به اعتقاد من اینا برای اینکه ایران رو منفعل نگه دارن و خود آقای نتانیاهو هم گفت من باید صبر کنم تا ببینم انتخابات نتیجه چی میشه، چون آقای بایدن تاکید داشت روی اون طرح 5-6 ماده‌ای خودش برای اینکه به نوعی مثلا به صلح برسن با حماس، اما ایشون این رو هم نپذیرفت و رفت به سمت این که ببینه میتونه زمان بخره و به عبارت همین سیاست شکست خورده خودش رو ادامه بده که شاید مثلا ترامپ بیاد، شاید وضعیت تغییر بکنه و ما بعد میبینیم به یک جنبندی با آمریکایی‌ها میرسن که خروجی این جنبندی میشه حمله به یک پایگاه حزب الله و شهادت هم یک مستشار ایرانی هم آقای فؤاد شکر. این یک نکته است. همزمان عملیات آمریکایی‌ها هستش به صورت هوایی به پایگاه‌های هشت شعبی و چند ساعت بعد هم این عبور از خط قرمزهای پذیرفته شده بین‌المللی و همچنین حاکمیت ایران، نقض حاکمیت ایران در به شهادت رساندن آقای هنیه، اونم در شرایطی که یک همایش بین‌المللی باید بگیم در ایران بود. بیش از 80 کشور در ایران حضور داشتن، مقامات مختلفشون 7 سازمان بین‌المللی بودن، 10 در واقع نهادها و سازمان‌های مردم نهاد در اینجا بودن، خبرنگارا بودن. یک کار بسیار حماقت‌آمیزی بود که با هدف منفعل کردن ایران برای خریدن زمان این اتفاق افتاد و بعدم دیدیم که امریکایی‌ها الان دارن قویاً تلاش میکنن، اروپایی‌ها دارن تلاش میکنن. آقای مورا نماینده و به عبارتی میشه گفتش که معاون آقای جوزف بورل در تهران همین الان داره تلاش میکنه که بیایم و اوضاع رو آرام نگه داریم. بخشی از شاید جریانات داخلی هم هستن که دارن طبل صلح رو میزنن. اینا نشون میده که یک سناریو هست در راستای همون چیزی که آقای نتانیاهو میخواد، یعنی خریدن زمان. الان بهترین موقعیت بود و این اتفاقی هم که افتاد در واقع هم تزاحم داشت با غیرت و با آداب ایرانی جماعت و تمام نرم‌های پذیرفته شده بین‌المللی و با به حال اون ارتباطی که الان وجود داره، اون هویت مشترکی که در فضای مقاومت بین گروه‌ها و منطقه به وجود اومده، بایستی در واقع یک تنبیه جدی صورت بگیره و الان همه منطقه هم بعد از فرمایش حضرت آقا منتظر این وعده صادق 2 هستن و این هستش که به اعتقاد من معادلات رژیم صهیونیستی رو کاملا به هم ریخته. آمریکایی‌ها هم همینجور. 2 ناوگان جنگی آمریکا و انگلیس الان خودشون رسوندن به بخش شرقی مدیترانه نزدیک به لبنان. یعنی خود اینها محاسبه نمی‌کردن که فاجعه کار به این حد باشه و شرایط رژیم صهیونیستی رو با وخامت مواجه کنه. بسیار آقای دکتر، برخی معتقدن که خب پیش از این جمهوری اسلامی ایران همونطور که آقای دکتر زهره‌وند هم اشاره کردن، اینکه بخواد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، سیادتش، تمامیت ارزیش مورد خدشه واقع بشه، این جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی هم این رو میدونست. این که الان از این خط قرمز عبور کرده، برخی معتقدن که این تله است که اونا طراحی میکنن که ایران رو به یک جنگی بکشونن. شما چقدر با این تحلیل موافقید؟ نگاه کنید، من فکر میکنم که یک حادثه تراژیک شکل گرفته. باید با حادثه تراژیک واقعی دربارش صحبت کرد. این که بگیم بحثای کلی یا شعاری داشته باشیم به هیچ وجه نه مخاطب حرفای ما رو گوش میده و نه مشکلی رو برای نظام سیاسی حل میکنه. نکته اول اینه که این اقدام و عملیات از داخل کشور شکل گرفته. وقتی که از داخل کشور یه اقدامی شکل میگیره، درسته که از نظر ما این اقدام توسط اسرائیل و هیچ بازیگر دیگه‌ای شکل نگرفته و این کنش در چارچوب یک نوع تبادل راهبردی با سرویس‌های امنیتی امریکا انجام شده.
درسته که بلینکن گفته ما اطلاعی نداریم، ممکنه وزارت خارجه اطلاعی نداشته باشه، اما سرویس های راهبردی و اطلاعاتی و امنیتی امریکا طبعاً به گونه اجتناب ناپذیر هم در فضای آگاهی قرار گرفتن و هم با این موضوع موافقت داشتن. بنابراین این اقدام و این تهاجم علیه یک عرصه هاردکور امنیت ملی ما شکل گرفته. حالا سوالی که وجود داره اینه که آیا وقتی که این اقدام از داخل کشور انجام میگیره، حالا اینکه از داخل شما تاکید دارین روش، این چقدر اثبات شده است؟ یعنی مستند به من تمامی بحثایی رو که طی این 2 روز گذشته دارم پیگیری میکنم هیچ نشانه‌ای وجود نداشته که خواسته باشه هواپیمایی وارد کشور شده باشه و یا اینکه این موشک از یک منطقه مثلا از یکی از این کشورهای همسایه شلیک شده باشه. نوع موشک، میزان تخریب نشون دهنده این هستش که کاربرد تاکتیکی داشته یا به قول معروف یک موشک کوچک ضد زره بوده و یا اینکه از طریق این پرنده هایی که بر ترتیب کنش تهاجمی دارند و بمب رو، یعنی این کوادکوپترهای تهاجمی طراحی شده. این مسئله نشون میده که بر ترتیب نوع نگاه ما با انگاره‌ای که در رابطه با وعده صادق شکل گرفت متفاوت خواهد بود. بنابراین نوع انتقام هم متفاوته. نوع انتقام متفاوته یعنی چی؟ یعنی این که رهبر حماس، رئیس دفتر سیاسی حماس در این فضای سوء قصد قرار گرفته. ما البته میزبان بودیم و باید امنیت رو تأمین میکردیم. حالا تأمین امنیت باید در وضعیت نامتقارن انجام بشه. مشکلی که ما داریم این هستش که احساس نمی کنیم در فضای تهدیدات راهبردی پرشدت قرار داریم. اون وضعیتی که در سوریه شکل گرفت و در یک ساختمان 5-6 نفر حضور داشتن از مستشاران ایرانی، این وضعیتی که در فضای به قول معروف امنیتی هنیه قرار داره و باید اسکانش و محیطش در فضای رسمی واقع نباشه، یا اگر در یه جایی میخواد مستقر بشه باید در لحظات آخر تغییر مسیر بده. یعنی ما یه بحثی داریم به نام حفاظت، بحثی داریم به نام حفاظت شخصیت. میدونم اون چیزی که برخی از کارشناسان مطرح کردن، اون چیزی که برخی از کارشناسان دیشب تو همین برنامه مطرح کردن، رو همین جایگاهی که جناب عالی حضور دارید، معتقد بودن که یک سری از اصول حفاظتی از سوی تیم خود آقای هنیه که همراه ایشون بودن، یعنی همراه ایشون آمدن وارد کشورشون، از سمت اونها رعایت نشده بوده. نگاه کنید، ما نمیتونیم این ادعا رو داشته باشیم. بحثی که وجود داره اینه که مسئول حفاظت ما هستش که باید برای اون مسیر ایجاد کنه، یا به عبارت دیگه در یک فضای کنش تعاملی قرار بگیرن. یعنی این که همون جوری که یه زمینه هست که پروتکل‌های دیپلماتیک باید تنظیم بشه، پروتکل‌های امنیتی، پروتکل‌های حفاظتی هم باید حاصل بشه. اینه که قطعاً وجود داره. دو رویکرد وجود داره. بنابراین نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که چه باید کرد. بحث اصلی اینه که توی این فضایی که هنوز تفسیر دقیقی بعد از این حادثه ارائه نشده، یعنی حدود مثلا 40 و شاید 4-5 ساعت داره سپری میشه، ولی ما هیچ تفسیر دقیقی راهبردی در این ارتباط نداریم و طبیعی است که اگر موشکی شلیک میشد یا هواپیمایی وارد میشد، طبیعی است که پدافند ما برخورد میکرد و مقابله میکرد یا حداقل ثبت میکرد. نکته اولی که ما داریم این هستش که وقتی که میگیم حفاظت شخصیت،
اون هم شخصیتی که در فضای سوژگی اسرائیل قرار داره و اون هم در یک شرایطی که ما در یک وضعیت مربوط به مراسم مثلا تحلیفی که نمایندگان خیلی از کشورها وارد کشورمون شدن و این احساس امنیت رو باید ایجاد بکنیم. در اون شرایط ما باید تلاش بیشتری بکنیم توی شکل بندی های حفاظتیمون، توی برنامه ریزی های اسکانمون، تو جابجایی هایی که آقای دکتر زهراوند به نظرشون چه میزان این نکاتی که آقای متقی مطرح میکنن از لحاظ پروتکل ها، از لحاظ اصولی که بر رعایت بشه؟ ما صورت مسئله رو داریم در واقع به نظرم رفتیم به حاشیه. بحث این هستش که ترور اتفاق افتاده، مسئولیتش هم پذیرفتن و مشخص بوده که چه اتفاقی شکل گرفته. حالا میخواد از بیرون از مرز باشه، میخواد از آسمان باشه. من بگم تا بار هیچ کس نپذیرفت. چرا خود اسرائیلیان پذیرفتن. ضمن اینکه مشخصه شما رفتی و شلیک کردی و زدی توی محلی که آقای هنیه و محافظش اونجا بودن. ما الان دیگه اینو بخوایم بریم زیر سوال که حالا ما میگیم که میایم مدیریت حفاظت رو میخوایم بررسی بکنیم که چرا و ضعیف بوده، قوی بوده، چطور شده، کی مقصره. اون یه بحث جداگانه است. بحث این است که اسرائیل در این موضوع مداخله کرده و آمده و ترور انجام داده. این برای ما قابل قبول نیست. همونجوری که میاد میره و در سوریه هم نرم‌های دیپلماتیک رو رد میکنه. مستشار ما رو که موقعیت دیپلماتیک داره، مسئولیت دیپلماتیک داره، برخلاف کنوانسیون‌های پذیرفته شده بین‌المللی ترور انجام میده. همین کاری که الان رفته در کجا؟ در لبنان انجام داده و در واقع فرمانده اصلی حزب الله رو ترور کرده. این ترور که خیلی روشنه. این اتفاق حالا باید برخورد بشه، چون نقض حاکمیت هستش، زیر پا گذاشتن نرم‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی هستش. این اصلا چیز قابل قبول نیستش که کسی جرأت بکنه یه همچین غلطی رو انجام بده و از این زاویه هستش که قطعاً بایستی برخورد این کلمه از آقای اون یه موضوع دیگه است که از بیرون بوده، از آسمان بوده، از نمیدونم زمین بوده. اون کاری نه. بحث این که برخی میگن این یک تله است که میخواد ایران رو وارد یک مناقشه بکنه. اینو شما نه اصلا چنین نیست. ببین ما الان در مناقشه هستیم. تله چیه؟ شما الان ببینید 10 ماه ایستادیم، ایران به عنوان محور مقاومت پشتیبانی کرده. یمن 10 ماه پیش رو با امروز مقایسه کنید. مگر امریکایی‌ها نیومدن و کلی عملیات نکردن که ناوگان نیاوردن؟ این رشد مقاومت رو نشون میده. از اون سمت شما 8 شعبی رو نگاه می‌بینید، اونور خود حزب الله رو می‌بینید. در 5 سال پیش، 2 سال پیش کسی تصور نمی‌کرد که بتونه کسی جلوی اسرائیل بیسته و فشار بیاره روش. الان می‌بینید چند 10 ماه حزب الله تمام قد ایستاده و اصلا مناطق شمالی اسرائیل خالی شده و این نشون میده مقاومت رشد کرده و اگر مقاومت رو به عنوان یک مؤلفه کلیدی در موقعیت ژئوپلیتیکی خودمون بپذیریم، قبول داشته باشیم که هست، برای منافع امنیتی ملی ما هم در همین صحنه داره تعریف میشه. اما یه وقت شما میدان رو از دیپلماسی میخوای جدا تعریف کنی، مثل کاری که در دوره آقای روحانی هم عنوان میکردن که دیپلماسی قربانی میدان شد. این گستره رو شما قبول داشته باشی، بنابراین سطح تحلیل میشه که مقاومت راه خودش رو میره، ما یه اتفاقی افتاده و حالا یه کمکی هم مثلا به مقاومت میکنه. نه، مسئله امنیت دست جمعی ماست، مسئله حفظ یکپارچگی و بقای ژئوپلیتیکی منطقه است. بحث این هستش که اینا آمده ان تا معادلات رو کلا به ضرر ما و به ضرر منطقه تغییر بدن، ضمن که ما به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای و حتی جهانی به دلیل ظرفیت نرم بالایی که داریم و دنیا هم داره اذعان میکنه، این رو ما از این زاویه نگاه کنیم. ما دیگه امروز یه بازیگریم. اگه نخوایم ظرفیت‌های خودمون رو به عنوان یک بازیگر جهانی و منطقه‌ای ببینیم، بعد بنابراین وقت مجبوریم بریم به سمت همون دیپلماسی گذشته، ایجاد موازنه با شرق و غرب و عملاً در واقع میشیم وضعیتی که در 1120 هم شاید داشتیم، هر کاری هم کردن و ما هم اینجا بالاخره فقط سعی می‌کنیم خودمون رو حفظ کنیم در این وسط. نه، ما یه بازیگریم، یا قدرتیم، در صورتبندی جدید ایستادیم 45 سال
و امروز داریم نتیجهشو میگیریم و این نتیجه رو باید قویاً روش بایستیم و به طرف مقابلمون که آمریکا هم باید بشه، تنها اسرائیل نیست. این کار هماهنگ بود با آمریکایی‌ها، بهشون بفهمونیم که حوزه مقاومت عرصه بازیگری شما نیست و بر پایه بازدارندگی و ادبیات و قدرت باشون صحبت. بسیار خیلی متشکرم. حالا نکاتی که جناب آقای دکتر متقی مطرح کردن راجع به نوع اتفاق تروریستی که در تهران افتاده و ابعاد مختلف اون، نکاتی است که نظر شخصی جناب آقای متقی است که در این برنامه مطرح میشه و ما در رد و تایید اون نمیتونیم اظهار نظری بکنیم، به دلیل اینکه به هر حال بعد پس از کارهای کارشناسی راجع به اون کارشناسان مرتبط اظهار نظر بکنن. اما آقای دکتر متقی، جناب عالی فکر میکنه که الان به لحاظ نظامات حقوق بین الملل چقدر دست جمهوری اسلامی ایران باز هست که پاسخ متقابل بده و بتونه در صدد این خونخواهی بر بیاد؟ من این توضیح رو بدم که کاملا نظر شخصی منه. من که به قول معروف نه مثل آقای زهروند نماینده مجلس هم، نه به قول معروف مسئولیت اجرایی دارم، نه اطلاعات محرمانه دارم. اما صحبت‌هایی که آقای زهروند دارند بحثای به نظر من عمدتاً خارج از دستور شعاری. من یاد صحبت‌های سعید الصحاف به نوعی میفتم، وزیر خارجه عراق. نگاه کنید، ما یه بحثی داریم، یک حادثه شکل گرفته، یه حادثه تراژیک، چالش امنیتی برای ما ایجاد کرده. ما باید بدونیم که اول از همه این که در چه وضعیتی قرار داریم. من به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک معلم، یک دقیقه فرصت هست. بله، به عنوان یک فردی که بحثا رو داره پیگیری میکنه، اصلا این رو من به دست نیاوردم که اسرائیل مسئولیت این اقدام رو پذیرفته. مگر اسرائیل احمقه؟ اسرائیلی که یک عملیات ویژه‌ای رو به انجام میرسونه، مگر احمقی که خواسته باشه خودش رو در معرض تهدید قرار بده؟ این که ما باید اقدام متقابل انجام بدیم، این که آنچه را که مقام معظم رهبری در ارتباط با ضرورت مقابله با تهدید و خونخواهی یک مهمانی که نماد مقاومت هست باید اقدامی انجام بشه، اون یه بحث جدی است. ولی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما به عنوان جمهوری اسلامی یه نظام سیاسی است با تمامی شکل‌بندی‌های ساختاریش. چه باید بکنیم که هزینه‌های کمتری داشته باشیم و اثر بخشی که بتونه اون پشیمونی رو به وجود بیاره. ما کمتر از یک دقیقه آقای زهروند برای جنبندی جناب عالی. خب جنبندی همونطور که دکتر اشاره فرمودن، یه مقدار سطح اطلاعاتمون شاید نمیخونه و به نظر من بایستی در یه برنامه مستقل تری راجع به این موضوع صحبت بشه. به عنوان خب من دسترسی اگر دارم به اطلاعات، شاید نتیجهش میشه این تحلیل، و اگر ما خواسته باشیم فقط بر اساس اطلاعات بیرونی ارزیابی بکنیم، خب آقای دکتر هم به عنوان یک استاد دانشگاه و تحلیلگر این دیدگاه رو دارن. یعنی ما الان شکاف در واقع تحلیلی و دیدگاهی داریم نسبت به موضوع که امروز امنیت ملی ما رو در واقع مورد تهدید قرار داده و بایستی ما این رو در سطح بازدارندگی لازم باش برخورد بکنیم، مثل همون روشی که ما در وعده صادق داشتیم. وعده صادق 2 رو انشالله شاهدش باشیم. انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر زهروند، آقای دکتر متقی. سپاسگزارم از شما که نگاه کردید. شب شما بخیر.